салом алейкум дӯстони азиз. Барои гузаштани граница ман ба шумо як ширкатро тавсия медиҳам. касоне ки аз границаи қазоқистон гузаштан мехоҳанд марҳамат ба ширкати муҳиддин занг занед. офис метро водни стадион. иншоаллоҳ ба мошинаҳои замонавӣ шуморо бурда меорад. نام بود چون جان آدم قوتی درمان آدم زیب دست و خان آدم ای آدم سلام علیکم سلام علیکم سوزی تیزی مبارک شو رئیس بابا رحمت در قشلاق آوازه که وظیفی نو گرفتین شما مبارک رحمت شما دام تعلق گردونه سلامت باشید شما دام مبارک شوه رحمت شنیدم خبری نه که او خونه که طفل نداره میگه او خونه در شادی و خرسندی نیست فهمیدی مبارک شوه خدا مبارک دگونی کن بو دگونیک خوب انوخی سوزن 100% مسکه قدی تولد چی دیان مسکه قدی او خوب دو آخی مسکه نونیگر میخرم فاتیر مسکه مایلی مسکه نیقاب مسکه او خالی نه نیقاب قدی این فوق باندق بگو سوزه هیچ گمنه سلامتی ده خوبه بو خندوش نبزن از خورده نونیگر دوری نونیگر یا 10 دقیقه پس تیار میشه رئیس بابو 10 دقیقه پس دیر میشه روز اولی کره تیز رفتن در کروخی میشه که خونه تون روی کنیم رئیس خونه نه که میشه او خونه روی که زنک همونجا قبولشو میکنه رئیس بابو ای نیسه مودم یک اونجا کروخی بریم کار کنیم چه کار همین نونپزید خوبه با خدمت با کاری زور ایده این نونپزید با کاری دولتی دیگه دار رئیس خلی پزی نمیشه میشه فایراد میکنه بعد بیو فهمیدی خوب مالی مینادور صبحی سحر موهاتشانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی راست بگم تو بهانه کردی مرا دیوانه کردی رئیس چی دیان؟ بربریس نولا دقماده موندی مرد دیگه وظیفه نگرفتی ها؟ زنک بو برمیدی وظیفه گفته نزنیم اون بکشیم اونو بیا خلانی هر روز کار کنیم زنک چخیلی که کستومی اتاتایی که کشوده وای اتاق مثل وای خطر وای دستای شپیده هم خیلی کشو چی دیگه تو ایره خیلی شپیده تاشی بفکر من را بشپی بفکر من همین جیواچکا میشم زنک یا ده پرشیبکا بیور پرشیبکا رمان کاتیبه گرفتی؟ نه ولی اگون کارگرام اگون چه ندیدم نمیدونم ولی کاتیبه هست نیست ندیدم کارگرا در کار ندارم من کاتیبه را گفتستم کاتیبه گرفتی؟ نمیگم مخ ندیدم کاتیبه اگون چی ندیدم مردک با اگون کاتیبه نگیری که خشروچه فسان چه باشه فهمیدی؟ یک کاتیبه میگیری که بزبی خنکی فربه شودار باشه فهمیدم نباشد برا لباسو تا پوش قطیمه کار دا میره کاتیبه کار میکنی عروسی خوش دلی ما چشمانی آهو دارن میان ابرو دارن جان دیدیا توی ما چی خیلی گذر شبنمی سرایا فرزانی خورشید زلیخا خیردین شریف دلشاد فیضلو نایم جانی سعید علی روزی بکی فیضلی شردل جان توی بدرجه عالی گذشته چی خیلی خوندن هنرمندا آخی گفتی جان صدرالدین نجمیدین نمیارم صدرالدین نجمیدین نیاوردی کو؟ جان آخی صدرالدین در خیلی کانادا ما قطیش گاو زدم گفت که توی تون بگذاره با میام یه ساعتی دیگه ما با هم خیلی میخونم خیلی با میبینیم خیلی با جان همه یه سوال دارم تدام همه پیش ایمه رو گرفتن یکمون تختگاه میزدی یعنی که میگشتی ای سوالی دادگی من خفه شدی اگر خفه شده باشی بخشیش خب که ولی من حساب دارم 35 36